دو سه با احترام خیر میخورن، 4 دوباره با 8 بازی میشینه، دولت خودم و 7 خیر میخوره، 8 با خودم میشینه. تمام شده رفت. آقا بفرما، آقا بفرما، اول نفر شما. بعد. مرداد بگو. دولیب بود. تایید میکنم دولیب ایشون دست بنده بود. بنده دولیب رو دیدم. به احتمال زیاد اگه طبق پر کارت هایی که فریها گفته درست باشه که درسته، یک بازی هم لیب میمونه چون سفاشش تایید میشه اونجوری. ببینیم چی میشه. البته ممکنه که اون یه بوری که خورده از دست پیش اومده باشه اون دولیبه، این هم ممکنه. نفر بعد. من از سفاشم مطمئنم، پس میدونم دست 4 با تو دوباره بشینه یه دونه لیب میاد. خب من از سفاش خودم مطمئنم. تو میشینی کارت بعدی میخوابه، بعدا فکر میکنی. حالا دیگه نمیخواد برید به این فکر کنید فلان بشه فلان، بذار 4 با 8 دوباره بشینن، یه برایند اومده. من شده خودم خیر میدم، چیز میشه. چهارهاش که برام جفتش لیبن، چون کسی که استعلامش دارم به دولت خیر داده. ساده ترین حالت ممکن. بیسیک بازی کنیم که هفته میشه فاش سیف که استعلامشو من در آوردم. 4 دوباره با 8 پنجه بازی تا کجا میگی؟ حالا لیب داری، من دارم میگم یه لیب خوردم. نه محمد یه لیب داشت، یه لیبشو من خوردم. پایان زمان شورا و مشورت. کاندیدای ریاست جمهوری دور بعدی انتخاب شد. رئیس جمهور لطفاً صدر اعظم انتخابیش رو به من معرفی کنه. چهار بازی. آیا هادی سیبیر، شما اول برو یه منچ بازی کن، فکر کنم خیلی بیشتر به دردت میخوره. هوش بازی نداری؟ عجیب غریبه چه پلیرهای اضاف شدن، کرکو پرم ریخته. فکت امیر بوشهری اینه که شیشه بازی دیستی بازیتونه. فاش بازی با یه دونه خوابوندن فاش میتونه به روز وقاحت برسه. درسته؟ پس بین 8 و 4 فاش نیستن، یعنی یه سایت نیستن.